در دایره رسیدن به یکی از هدفهای عالی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت اوزوقواری طبق دستور و سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه روشن مرکز لوجستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز نمود. مرکز لوجستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر و ناحیه‌های مملکت برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 مرحله ذخیره‌کنی مواد اوزوقواری و سوخت و سوز را در انبارخانه آغاز نموده برای تامین دوردستترین جماعت‌های دهات ناحیه روشن وادی برتنگ با مواد اوزوقواری از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌نماید. حالا در انبارخانه مرکز مقدار معین محصولات نیاز اول از جمله ارد نوی یکم و دوم، شکر، برنج، روغن رستنی، مرجمک، جو، نخودپاره، جواری مکه، مکرون و محصولات سوخت و سوز موجود می باشد که نرخ محصولات خوراکه نسبت بازار ارزان به فروش برآورده می شود. با مقصد در فصل سرما تامین نمودن اهالی وادی برتنگ ناحیه روشن با مواد اوزوقواری الکی موسم ذخیره‌کنی در ناحیه آغاز گردیده نمایندگی کارخانه فری ذخیره در بدخشان مقدار ضروری مواد اوزوقواری و سوخت و سوز را به جماعت‌های دوردست انتقال داده استوده است. این خدمات را مخصوصا به دیهات دوردست وادی برتنگ روی دشوار دارد که از مرکز ناحیه در مسافه زیاده از 195 کیلومتر دور هستند رسانده می شود. یعنی ارد نوی یکم با نرخ 260 سومانی، ارد نوی دوم با نرخ 180 سومانی دسترس کرده می شود. اما ساکنان ناحیه منتداری خود را به جناب عالی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم. مرکز لوجستیکی اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه روشن برای تامین طلبات بازار استعمالی با ارد و ذخیره نمودن برای دوره تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 روانه گردیده. این تدبیر امکان فراهم می‌آورد که در سمت دسترسی به محصولات نیاز اول در فصل زمستان مشکلی پیش نیاید. باید گفت که اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 9 نقطه فروش در وادی برتنگ ناحیه روشن دارد که در مغازه‌ها مواد غذایی ذخیره و در فصل زمستان پیشنهاد اهالی گردانده می شود.